آقا هر سال میره مکه، هر سال میره عمره. چه خبره؟ واجب یه بار، حج یه بار واجبه. چقدر میرید مکه؟ چرا میرید 1,5 میلیون خرج میکنید، پولا رو تو حلقوم این وهابیای عربستان میریزید که تمام این پولا گلوله بشه تو سینه شیعه ختم بشه؟ چرا اینقدر گردن این عربا رو کلفت میکنید؟ چرا اینقدر گردن این وهابیا رو کلفت میکنید؟ چرا پولا رو میرید خرج عربستان میکنید؟ تو یه بار رفتی مکه بشی سر جات دیگه، اگه قرار شد آدم بشی میشدی. پس حالا که آدم نشدی 100 بار دیگه هم که بری آدم نخواهی شد. پولاتو خرج عربا نکن. مکه ما جوانهای جامعه ما، حرم ما جوانهای جامعه ما، مسجدالحرام جوون فقیر طایفه توست که باید دورش طواف بکنی و این پولا رو خرج جوون فقیر طایفت بکنی. کجا داری میری؟ پولا رو خرج کجا داری میکنی؟ کعبه و سنگ بهانه است که ره گم نشود. آدم مکه میره که تو عرفات بره معرفت پیدا کند، تو مشعر بره شعور پیدا کند، تو منا برد تمام هواهای نفسانیش رو سر ببرد، اهل دل نباشد. مکه ما جوون فقیر جامعه ماست. دست این جوون رو بگیر بذارش تو زندگی که دم چاره وای نسه دنبال ناموس مردم نگاه کنه. وقت تو هر سال نری مکه؟ کدوم مکه؟ کدوم مکه؟ میری مکه ای که سر موز و پرتقال دعوا کنی؟ آقایونی که مکه رفتن میدونن من چی میگم. خدا شاهد، با لباس احرام سر موز دعوا میکرده به این منبر رسول، به این شب عزیز با خدمه دعوا میکردن که موزای 65 سانتی رو به رفیقات میدی، کوچولو موچولاشو با ما میدی، بکنی با خنیم نمیفهمیم. سر موز فوش پدر میدنن به هم. من به یکیشون گفتم آقا تو باید گوسفند بکشی، چرا توهین میکنی؟ مگه نمیدونی وقتی یادم محرم میشه 24 چیز برش حرام میشه، یکیش لغویات هست، چرا فوش میدی؟ گفت حاج آقا من پدر اینا میسوزونم، یه گله گوسفندم میکشم. این حاجی ماست. این آقا رفتن مکه و بیان آدم بشه. نمیدونید تو مکه چه خبر است؟ نمیدونید. به خدا قسم اگر من یک سری از این حقایق مکه رو براتون بگم حالتون به هم میخوره. از هرچه حاجیه حالتون به هم میخوره، دیگه دیدن هیچ حاجی نخواهید رفت. خدا شاهد. اما نمیتونیم بگیم، دستمون بسته است، نمیدونید چه خبر است، نمیدونید. نوای اصفهانی میگه که واجب الحج شدگانی که از این بوم و برن، عازم خانه حقند و زهد بیخبرن. واجب الحج شدن امسال از مال کسان، ناکسان بین که به سوی چه کسی ره سپرند. بالله این غافل سالار ریاکار دنی، ظاهر راستگانند ولی بدسیرند. کاش که صاعقه‌ای آید و سوزد همه را، تا دگر شمع از این خانه به مسجد نبرند. در روایت هست از حضرت صادق پرسید بوبصیر آن که به تاریخ زریرش شمرند که ایا زاده پیغمبر حجاج امسال، گویی از وضع صدا بیشتر از پیشترند. حضرت آنگاه دو انگشت مبارک بگشود گفت بنگر بشرن اینان یا جانورند. بوبصیر آنگه از دیده دل کرد نظر، دید محرم شدگان اکثرشون گاو و خرن. این عین روایت. دید محرم شدگان اکثرشون گاو و خرن. امام صاحب محمود مسجدالحرام نگو، بگو باغ وحش. نگاه کن، یه مش سگ، خوک، شاغال، گرگ، خرس، الاغ دور کعبه دارن طواف میکنن. پولای مکه رو برید خرج واجباتتون کنید، نه خرج دلتون. هر سال نمیخواد عمره بری، برو آدم شو. نمیخواد مکه بری. ما زن داشتیم آقا با مانتو اومده بود مدینه، به این منبر رسول الله
آرایش کرده آقا، که اومد با آرایش کرده، گردن باز، سینه لخت، زن شیعه با مانتو 7 قلم آرایش کرده، اومد بره تو مسجد النبی. یک زن، همین زنای شرطیه عربستان، قسمت زنها، با این چوب دستی چنان زد تو گردنش و پرتش کرد بیرون. او زنه نمیفهمید. من چنان بدنم لرزید، 2 روز بیمارستان بستری شده. فقط رفتم بالا سر این خانمی که افتاد رو زمین، گفتم به حق زهرای مرضیه خیر از زندگیت نبینی، حیثیت ایرانو بردی، بی حیا، که مکه هم شما میخوان به لجن بکشونید با این کلاس بالا بودن و روشن فکریات. اینجا خانه زهراست. زنهای ایرانی رو دیدم کنار پل ایرانی ها، معروف است در مکه، حاجی ها میدونن کجا رو میگم، انگشتر تو دستشون کردن. آقا اومده بره مکه، اونجا انگشتر فروشی رو انداخت، پسته میاره بفروشه، زعفرون میاره بفروشه، برای اینکه بتونه 4 تا تیکه آشغال بگیره برگرده. مکه میره اونجا آبرو میفروشه. و عربای شهوت پرست میان با دست زن ایرانی به بهانه اینکه انگشتر بخرن بازی میکنن، نیم ساعت 1 ساعت با زن ایرانی حرفاشونو میزنن، بعدم ول میکنن میرن. اونجا آدم دلش میخواد بمیرد و نبیند این کثافت ها را. این مکه است، این حج است، این مکه مردم است که سر اذان که میشود برن تو بازار سنی ها بنشینن، سنی عمری بره نماز بخواند، شیعه علوی تو بازار بنشیند برای اینکه پارچه فروشه بره نمازشو بخونه بیاد 2 تیکه پارچه بگیره، بعدم هی را برند و سنی ها بگن کفار را ببینید. این حج ما ایرانی هاست. آی کارخونه دارا، آی سرمایه دارا، آی ثروتمند ها، آی اونایی که رزق و روزیتون وسیع است، اگر مسلمانی که هستید انکهو، به نکاح در بیارید جوانهایی که فقیرن و صالحن و نمیتوانن ازدواج کنن. کسی به کسی نیست، کسی توجه به قرآن نمی کنه. قرآن گفته، ما عمل نمی کنیم. انکهو فعل امر است. آقا به نکاح که در نمیاره هیچی، تازه میره یه زن دیگه برای خودش میگیره، میگه کارخونه نو، خونه نو، زن نو. ما با ازدواج مجدد مخالف نیستیم، ما که منطق عمری نداریم، که ما منطق علوی داریم، ما شیعه امیرالمومنینیم، ما با صیغه و متعه و ازدواج مجدد مخالف نیستیم. ما حرفمون اینه آقا آخر پیری معرکه گیری، خجالت نمیگه تو دیگه باید بری با اسرائیل ازدواج بفرمایی، شما دیگه باید به فکر قبر و قیامتت باشی. حالا موهات سفید شده، تازه چش دنبال زنا مردم افتاده که من چون میتوانم 4 تا زندگی رو اداره کنم برم. خجالت بکش. این اسمش خدمت نیست، این اسمش شهوت را نیست. یه زنی که 30 سال تو خونه تو، یه زنی که 20 سال تو خونه تو خونه دل خورده، با بود و نبودت ساخته، حالا مزد بعد از 20 سال انتظار، بعد از 20 سال صبوری، بعد از 20 سال قناعت اینه که تو هوس سرش بیاری یه زن دیگه بری بگیری، بگی این زن کهنه شده، این زن پیر شده. خجالت بکش. مرد باید وفا داشته باشه، مرد باید غیرت وجدان اخلاقی داشته باشه. بشین با همین زن بساز.